درود خدمت هموطنان عزیزم. امروز اومدیم به یکی از روستاهای زیبای دیگر گیلانجان عزیزم. امروز اومدیم تا با همدیگه ورق بزنیم یک زیبایی دیگری از گیلانجان عزیزمون رو. بله، روستای سرسبز لپهوندان، روستایی با شکوه و با مردمانی خونگرم و مهربان. لپهوندان از توابع بخش احمد سرگوراب شهرستان شفت در استان گیلان است. عمده درآمد این روستا از راه دامداری و کشاورزی می باشد و از جوانان مستعد و توانمندی برخوردار می باشد و کوههای دیدنی دو طرف روستا را احاطه کرده است. این روستا یکی از روستاهای دیدنی و باستانی شهرستان شفت می باشد. این روستا از شرق و غرب در محاصره دو کوه است که برای دامداری استفاده فراوان دارد و از وسط رودخانه‌ای جاری است که دو منطقه جلگه‌ای برای کشاورزی ایجاد کرده است. با توجه به تنوع دیدنی‌های روستای لپهوندان، امروز اومدیم که به دیدن آبشار بسیار زیبای لاس پشت لپهوندان برویم. لاس در گویش محلی به معنای سنگ و صخره می باشد و لاس پشت یعنی پشت صخره و تا رسیدن به آبشار حدود 40 دقیقه راه است. از اینجا پیاده باید به دیدن این آبشار با شکوه رفت. جا داره تشکر کنم از اکیپ فیلمبرداری خودم که در این هوای بارانی از ساعت 7 صبح با ما همراه شدند. آبشار لاسپشت مسیرهای پیاده روی بکر و زیبایی داره و گیاهان دارویی و سبزیجات محلی که با آن تره درست می‌کنند در اینجا می‌باشد. امروز با وجود باران نم و گاهی تند زیبایی را در دل جنگل دوچندان می‌کند و به گیاهان تراوت خاصی می‌دهد. واقعاً این همه جمال و شوکت انسان را حیرت زده می‌کند. و بعد از این آبشارها به صورت پیاپی هستند تا آخرین آبشار. اینجا اولین آبشار زیبای لاسپشت است. و به این ترتیب هرچه بالاتر می رویم این آبشار زیبایی های خود را بر ما آشکارتر می سازد.
خدای من، انگار آبشاری رو که من اینجا میبینم جامه‌ای سفید و حریر بر تن دارد و با شکوه میرقصد. در بین راه و تا آخرین آبشار پوشش گیاهی سبز وجود دارد و باز هم درختانی چون درخت آلوچه و ازگیر خودی نشان می‌دهد. در آبشار لاسپشت غاری وجود دارد که به علت شدت بارش باران نتونستیم تا اونجا بریم. آبشار لاسپشت هر نگاهی را خیره به جمال خود می‌کند. اگه بخوام از احساس خودم برای شما بگم در وصف نمی‌گنجه. به از این نسیم و رایحه‌ای که این آبشار با خودش همراه دارد و با بادی که مثل یک کولر طبیعی عمل میکنه به حس و امید به زندگی میده. عزیزان من، اینجا آخرین آبشار لاسپشت هست. وقتی چشم انسان به این آبشار میفته فقط دوست داره با حیرت نگاه کنه و بگه خدایا شکر به این همه عظمت و خدا رو با تمام وجود خودش حس کنه. و باز هم صخره‌های پوشیده از بامبو و گیاهان قیمتی. عزیزانم، هر وقت خواستید به این نقطه از گیلانجان عزیزم واقع در لاسپشت لپه‌وندان سفر کنید
حتما با تجهیزات کافی سفر کنید.